من یه برنامه ترتیب دادم که تو بچه سال بفهمی که با احترام باید آدم معذرت میخوام توهین نشه، تو سنت پایینه، از من کوچیک‌تر با تجربه کمتر می‌خواستم به چیزی ها بفهمونم، نشد، بذارش کنار، تموم شد. هی نگو تموم نشد، تو مخیشو واسه من نه برای چی تو مخیشو؟ اتفاقا عشق شاهین به تو از این که انقدر من میام چرا به تو میپری میگم تو حرف من؟ تو که داری با من حرف میزنی، تو میای به من میگی جواب که بده. نمیدونم فلان و اینا پشتش دستیسه حرفم یادم میره، آخر سر جواب منم یادم میره. من یادم رفت چی گفتم. حالا تو ضررش برای تو چی بود؟ شاهین عشقش به تو بیشتر ثابت شد، ولش کن. بحث امروز بذار کنار، اصلا من یه جوک خواستم بسازم نشد، ولش. ولی قبل از این ماجرا تو رابطه من و نگار خیلی دخالت میکنی، اصلا هم نمیخوام اسم ببرم ولی دخالت میکنی. آقا من الان اینجا اعلام میکنم، روز اول که اومدم کنار اون استخ وایسادم اولین اسمی که بردم کی بود؟